حفظ ضروریات پنجگانه. بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، الله سبحانه و تعالی در سوره مائده در بیان حفظ ضروریات این پنجگانه ای که در شریعت اسلامی برای آنها نگاه داشته است و اهمیت بزرگی را قرار داده است بیان می‌نماید. اولا حفظ دین، نگاه داشتن دین اسلام، یعنی محافظت اعتقاد و عبادت و دوری از شرک و کفر و ضلالت و بدعت ها. اولا حفظ دین، نگاه داشتن دین، چی در اعتقاد باشد و چی در عبادات و چی در دین. حفظ دین معنای آن را دارد که انسان باید اعتقاد پاک و توحید را، یعنی باور به الله سبحانه و تعالی، پیروی از آن دینی که الله با واسطه پیامبر روانه کرده است از آن پیروی کردن و نگاه داشتن این دین و فروزان کننده این راه با عباره معیارهای اخلاقی و راهنمایی زندگی قدم بنهد و شریعت محافظت آن را وابسته بر سطح ضروریات دین قرار داده است، زیرا گم کردن دین باعث پراکندگی معنوی و بی‌فرهنگی روحی و اخلاق زشت و گمراهی ها و ضلالت ها برده میرساند. همین است که الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیه 54 میفرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، من یرتد منکم عن دینه، هر کسی از شما اگر از دینش روی گردان شود، از دینش باز بگردد، فسوف یأتی الله بقوم، الله بزودی قومی را میفرستد، قومی را میآورد، یحبهم و یحبونه، به درستی که این قومی که میآورد الله را دوست می‌دارد و آنها نیز الله را دوست می‌دارند، آنها نیز الله را دوست می‌دارند. پس نمونه عملی این حفظ دین با اعتقاد صحیح که دوری از شرک و کفر و گناه و معصیت بدعت هاست، آزادی، عبادت، نماز، روزه، زکات و حج، همه این پذیرفته و قبول می‌گردند که با واسطه این توحید تمام عملهای انسان پاکیزه و صاف می‌گردد و در نزد الله سبحانه و تعالی پذیرفته می‌شود. دوم حفظ نفس، جان، نگاه داشتنی حیات انسان. حیات یک عطای الهی است و هیچ کس حق ندارد آن را به حق از دیگری بگیرد. شریعت کشته را بزرگترین گناه پس از شرک دانسته است. پس این قانونهای الهی روح و جسم را از تجاوز محافظت میکند. الله میفرماید: و من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا. من قتل نفسا بغیر نفس، هر کسی که شخص را به سبب بدون حق بکشد، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا اینکه تمام مردم را به قتل رسانیده است. پس نمونه عملی گرداندن حفظ نفس این تنها با واسطه دین میگردد. منع کشتار و ظلم و هر نوع تجاوز و جزای قاتل با آن قانونهای الهی که با عدالت برپا شده هستند. بیان تشویق و نجات بندگان در این دنیا و حفظ دین و مال آنها و جان آنها میگردد. پس حفظ جان انسان حمایه حق زندگی و منع کشتار است. الله فرمود: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کسی که شخص را به حق میکشد یا فسادی در جامعه میآورد، فکأنما قتل الناس جمیعا، همچنین که تمام جامعه را نابود کرده است. سوم حفظ عقل، نگاه داشتن شعور و ذهن انسان، محافظت نمودن او از هر گونه کجروی ها و از هر گونه رذیلی ها. عقل این داده الله است بر انسان، واسطه درک هوش است و به دست آوردن علم و معرفت و مسئولیت است و حفظ آن معنای نگاه داشتن قابلیت فکرانی از آن چیزهای را دارد که عقل انسان را، درک انسان را به خرابی می‌آورد، مانند می که مست کننده است، مخدرات، ظلم جسمانی و روحی و افکارهای خبیثانه و شیطانی. پس شریعت هر چیزی را که به ذهن خلل دار است ما را از آن دور می‌سازد، منع می‌کند، چون عقل انسان یک چراغ راهنما برای رسیدن به حقیقت هاست. اگر عقل فاسد شد، حیات انسان بر فسادی کشانده می‌شود. الله می‌فرماید: انما الخمر والمیسر، بدرستی شراب و قمار که اینها یکی از بزرگترین راههای خراب شدن عقل انسان امروز در اینجا میگشتند، رجز من عمل شیطان، اینا پرید هستند، از کارهای شیطانی هستند. دوری بجوید. شراب، مواد مخدر، تمام نوعهای مست کننده. بیان تشویق حفظ عقل که حفظ عقل برده میرساند بر حفظ نفس و حفظ عقل نفس برای انسان به کار نمی آید مگر با حفظ دین. و چهارم حفظ
آبرو و ناموس، محافظت از تهمت و احترام شأن و ناموس هر کسی. و آبرو از بزرگترین و عظیمترین چیزهایی است که الله سبحانه و تعالی انسانها را به آن مکرم ساخته است، مکرم گردانده است. از این رو هر گونه تهمت، سخنی بد یا عیبجویی نسبت شخص یا خانواده دیگر گناه بزرگ در شریعت به حساب می رود و شریعت با شدیدترین سخنان آدمان تهمت زن را هشدار داده است تا جامعه پاک بگردد و این محبت در بین مردم قرار بگیرد. و الله سبحانه و تعالی فرمود والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، کسانی که زنان پاکدامن را متهم میکنند در حالی که 4 شاهد را نمیتوانند بیارند یا که نمیارند، فجلدوهم 80 جلده، بر آنها 80 ضربه 80 ضربه بزنید. پس منع تهمت و شایعه های مخالف اخلاق و آبرو و ناموس و مخالف عقل، حس و درک و مخالف شریعت از همه بالاتر. پس حفظ آبرو و صاحب ناموس، از منع تهمت، از منع اغوا، از منع عیبجویی به مردم یکی از عظیمترین مصیبت هاست. سپس حفظ مال، نگاه داشتن مال و اموال مردم از ظلم، دزدی، از هر گونه خرابکاری ها. این مال واسطه زندگی و واسطه به دست آوردن رضای الله سبحانه و تعالی باشد به هدف عبادت و حفظ مال از هر گونه بدکاری ها و پلیدی ها و ناخوشی ها. پس این مال در گردن هر شخص امانت است و غصب و دزدی آن یک ظلمی بزرگ است در حق انسان. برای همین است که الله فرمود و السارق و السارقة فقطعوا ایدیهما، دزد مرد و دزد زن را دستان آنها را هر دو را ببرید برای آن کارهای کردن. سبب منع دزدی قلابی و فساد میگردد. جزای دزد طبق آن عملی که انجام داد برای دیگران درس عبرت می شود و برای ترغیب زکات و صدقه بر این امانتی که بردش تو است قرار میگیرد. پس حفظ مال و ثروت، از منع دزدی، از قلابی، از ظلم بر مال دیگران. پس این شریعت اسلامی این 5 پایه اساسی حیات انسان را محافظت میکنند. اول دین، روشنی روح، حیات ابدی جان، حیات جسمی عقل، نور معرفت و علم و دانش، آبرو شرف و ناموس انسان و مال واسطه انکشاف حیات انسان و رزق راضی او. پس هر قانون الهی، فرمان یا که من برای حفظ یکی از این 5 وابسته است. اگر اینا 5 حفظ شوند جامعه آرام و عادل و پاک میگردد. برای همین شریعت اینها را ضروریات های 5 گانه نامیده است، زیرا با واسطه حمایت اینها حفظ آنها زندگی سالم و عدالت پیشمند امکان پذیر می‌گردد. پس این سوره مائده همچون یکی از سورت‌های قوی‌ترین در حفظ حقوق انسان شناخته می‌شود. از حد دین بالاترین مقام توحید و سنت، ضد آن شرک و بدعت، تا حق جان، عقل، مال و آبرو و ناموس و شرف. بارک الله فیکم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.